بزرگترین زلزله تاریخ. سلام برای بکس بیس مووی، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز در خدمت شما هستیم با داستان یه فیلم دیگه، یعنی سان اندریاس، محصول سال 2015. توی این ویدیو که لینکش رو بالا و در دیسکریپشن میذارم در مورد این فیلم اطلاعات دادم، پس اگر میخواین درباره این فیلم بیشتر بدونید اون ویدیو رو تماشا کنید. لازمه تاکید کنم که در این ویدیو داستان کامل این فیلم رو تعریف میکنم، پس اگر میخواین این فیلم رو ببینید این ویدیو رو تماشا نکنید. اما اگر قصدی برای دیدن این فیلم ندارید و یا اصلا تایم و حوصله‌اش ندارید، من سعی میکنم در کمترین زمان ممکن این فیلم 2 ساعته رو براتون تعریف کنم. فقط لایک و سابسکرایب به کانال فراموش نشه که کلی بهم انرژی میده. بزن که بریم. یه دختر با یه ماشین در حال گذر از یه جاده است که کوه ریزش میکنه و به همراه ماشین توی دره میفته، اما روی هوا و زمین گیر میفته و تیم امداد رو خبر میکنه و تیم امدادم با هلیکوپتر وارد صحنه میشه و میره تا جون اون دختر رو نجات بده و البته فقط 5 دقیقه وقت داره. نفر اول میره اما دستش زیر ماشین گیر میکنه، پس کاپیتانشون یعنی ری تصمیم میگیره خودش به کمکشون برد و به پایین میرد و با موفقیت هر دوشون رو نجات میده. میریم پیش یه دانشمند به اسم لارنس که صحبتای جالبی میکنه که با هم بشنویم. زمین لرزه سندای در ژاپن جزو 5 زمین لرزه قدرتمند از سال 1900 شناخته شد. در واقع اونقدر قوی بود که جزیره ژاپن رو 2.5 متر جابجا کرد. این تنها یکی از 1,300,000 زمین لرزه‌ایه که هر سال در سراسر دنیا رخ میده. بزرگترین زمین لرزه ثبت شده در اینجا تو آمریکای شمالی بوده، آنکوریج آلاسکا، سال 1964 به قدرت 9.1 ریشتر. زمین به مدت 5 دقیقه کامل لرزید. انرژی تخلیه شده برابر بود با 10 میلیون بمب اتمی که روی هیروشیما انداخته شد و این بزرگترین زمین لرزه‌ای نیست که در تاریخ ثبت شده. بزرگترینش 4 سال قبل از این بوده، در نزدیکی ساحل والدیویا در جنوب شیلی، اونم به قدرت 9.5 ریشتر، یعنی اینجا. این زمین لرزه 11 دقیقه طول کشید و سونامی به ارتفاع 27 متر ایجاد کرد که هیلوی هوایی رو تا شعاع 8,000 مایل صاف کرد. 8,000 مایل. بله خانم؟ استاد، به نظر شما زمین لرزه به این شدت ممکنه اینجا رخ بده؟ راستش گسل سان اندریاس درست از وسط کالیفرنیا میگذره. خط متمایز کننده بین دو فلات تکتونیکیه که مدام در حال حرکت هستن. علاوه بر این حقیقت که این باید هر 150 سال یک بار رخ بده و الانم 100 سال از تاریخش گذشته. به نظرم نباید گفت آیا اتفاق میفته، باید گفت کی میفته. برمیگردیم پیش ری از زنش طلاق گرفته و یه دخترم داره. زن و دخترش با یه مرد دیگه زندگی میکنن. لارنس به همراه همکارش یعنی جیم به دستاورد بزرگی رسیدن و میتونن زمین لرزه رو پیش بینی کنن. پس با هم به یه سد میرن تا بتونن آزمایشش رو انجام بدن و میبینن که بله درست کار میکنه و حالا این ابزار بهشون هشدار میده که یه زمین لرزه بزرگ خواهد آمد و بعد از چند دقیقه زمین لرزه شروع میشه و جیم در داخل سد گیر افتاده. لارنس از منطقه خطر خارج میشه و جیم هم از سد بیرون میاد و در حال فراره. یه دختر بچه رو میبینه و بغلش میکنه تا نجاتش بده. جیم با سرعت به سمت محل امن حرکت میکنه و در آخرین لحظه زیر پاش خالی میشه و گیر میفته. اما قبلش دختر رو پرت میکنه تو بغل لارنس و دختر نجات پیدا میکنه، اما جیم میمیره. ریم به دلیل همین زلزله به نوادا میره تا کمک رسانی رو انجام بده. دختر ریم که اسمش بلیکه به همراه نامزد مادرش که اسمش دانیله به سان فرانسیسکو میرن. یه خبرنگارم اومده با لارنس صحبت کنه، اما موقع مصاحبه به یه پیشبینی دیگه میرسن و به این نتیجه میرسن که یه زلزله خیلی خیلی بزرگ قراره در سان فرانسیسکو رخ بده. بلیک توی یه برج با یه پسر آشنا میشه. اما همسر سابق ری اونم توی یه برج در لس آنجلسه. ری زنگ همسرش میزنه و با هم صحبت میکنن که ناگهان زلزله رخ میده و ری بهش میگه دست هر کی که میتونی رو بگیر و برو بالای ساختمون تا من با هلیکوپتر به کمکت بیام. وای
خدا من ری باید چی کار کنم؟ اما به بالای ساختمون میرسه و ری هم سر و کلش پیدا میشه. ری به سختی میتونه اما رو نجات بده. بلیک با دنیل در حال خروج از ساختمونن که اونجا هم زلزله میاد و بلیک پاش زیر صندلی گیر میکنه. دنیل میره کمک خبر میکنه و خودش فرار میکنه. بلیک هم زنگ پدرش میزنه و بهش میگه گیر افتادم، اما تماس مختل میشه و قطع میشه. اسم اون پسری که بلیک توی برج باهاش آشنا شد بنه و یه داداش داره به اسم اولی. بن و اولی میرن تا بلیک رو نجات بدن و با هر وسیله‌ای که شده سرآخر میتونن بلیک رو نجات بدن و از ماشین خارجش کنن. لارنس هم تصمیم میگیره تا به مردم هشدار بده که هنوز زمین لرزه‌ها تموم نشده. بلیک با پدرش تماس میگیره و پدرش بهش میگه به یه جای بلند بره تا بتونه نجاتش بده. هلیکوپتر ری به دلیل ضرباتی که بهش وارد شده در حال سقوطه، اما ری مهارتش بالاتر از این حرف هست و هر جور که شده هلیکوپتر رو به زمین میشونه، اما دیگه هلیکوپتر کار نمیکنه و با استفاده از یه ماشین به بقیه مسیرشون ادامه میدن. لارنس یه پخش زنده ترتیب میده و به مردم هشدار میده. این هشدارش رو بشنوید. مسئله مهم اینه که مردم باید بدونن این لرزه ها تموم نشده. منظورم من پس لرزه نیست. تو سان فرانسیسکو دوباره زلزله میاد ولی قوی تر. مدلای ما دارن زلزله به قدرت 9.5 یا بزرگتر رو پیش بینی میکنن. قدرتش اونقدر زیاده که با اینکه اینجا تو کالیفرنیا رخ میده ولی مردم شرق آمریکا هم حسش میکنن. مردم سان فرانسیسکو این هشدار رو جدی بگیرید. باید اونجا رو ترک کنید. منظورم همین الانه. و اگه نمیتونید باید با هر وسیله که شده یه جای امن پیدا کنید و خودتون رو نجات بدید، چون این زلزله شوخی بردار نیست. امیدتونم به خدا باشه. ری به همراه اما دارن با ماشین یه جاده‌ای رو طی میکنن و یه پیرزن و پیرمرد بهشون هشدار میدن و اونا هم ناگهان روی ترمز میزنن و میبینیم که گسل سان آندریاس باز شده و زمین دو نصف شده. اما و ری یه هواپیمای کوچیک پیدا میکنن و میخوان باهاش پرواز کنن، فقط قبلش یه سری حرفای احساسی میزنن. ظاهرا علت جدایشون مرگ یکی دیگه از دختراشون به اسم مالوری بوده و خلاصه توی این صحبتایی که انجام میدن با هم به توافق میرسن و با هم خوب میشن. یعنی اینو قبلا نشستن با هم صحبت کنن و زودتر از اینا با هم به توافق برسن. الان توی این 10 دقیقه که حرف زدن مشکلشون حل شد. این هم از قسمت‌های عجیب و منطقی فیلمه. هواپیما رو به پرواز در میارن و به سان فرانسیسکو میرسن، اما محل فرود ندارن. پس تصمیم میگیرن با چتر نجات به پایین بپرن و میپرن و سالم به زمین میرسن. دوباره زلزله در سان فرانسیسکو آغاز میشه. در این زلزله پای بن زخمی میشه. اما و ری تصمیم میگیرن با قایق به مسیرشون ادامه بدن که سونامی هم آغاز میشه، اما به راهشون ادامه میدن.
بن و بلیک به ساختمون میرسن و اونجا منتظر میمونن تا اما و ری برسن و نجاتشون بدن. در اونجا شاهد لب گرفتن بن و بلیک هم هستیم. اما و ری میرسن، با لیزر بهشون علامت میدن، اما همین که همه از دور پیدا میکنن ساختمون به دلیل نفوذ آب ریزش میکنه و به زیر آب میره. بن و برادرش میتونن به طبقه‌های بالاتر برن، اما بلیک همونجا گیر میکنه و به زیر آب میره. ری تصمیم میگیره تا وارد آب بشه و دخترشو نجات بده. ری نمیتونه موانع رو کنار بزنه و دیگه خیلی هم نفسی برای بلیک نمونده. بلیک از پدرش خداحافظی میکنه و هیچ امیدی نداره. ری آخرین تلاشش رو میکنه و میتونه مانع رو کنار بزنه. دخترش رو بغل میکنه و به طبقه بالاتر میبره. دخترش علائم حیاتی نداره، احیا هم فایده ای نداره. ساختمون همچنان داره ریزش میکنه. اما با قایق شیشه ساختمون رو میشکونه و همه سوار قایق میشن. ری ادامه احیا رو داخل قایق انجام میده، اما بازم فایده نداره و دیگه دست از احیا بر میداره. اما بعد از چند ثانیه دوباره ادامه میده و این دفعه جواب میده و بلیک به هوش میاد و داستان این فیلم هم در همینجا به اتمام میرسه. از 1 تا 10 به این داستان چه نمره‌ای میدید؟ توی کامنت ها بنویسید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب با حمایت از کانال فراموش نشه. تا یه پست دیگه و یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.